طرح رصد و پایش مصرف برق واحدهای صنفی تجاری با همکاری بازرسان شرکت توانیر و اتاق اصناف در تهران در حال اجراست. به گفته مدیر امور مناطق برق شمال شرق تهران، این طرح با هدف ترویج مدیریت مصرف انرژی و اخطار به پرمصرف‌ها اجرایی شده و همچنان استمرارم خواهد داشت. صنوف که بسیار نقش پررنگ و موثری دارند از جهت مدیریت مصرف در بخش تجاری، همزمان با شروع فصل گرما و افزایش مصرف برق در کشور، طرحی برای رصد و پایش مصرف برق در حال اجراست. همکارانمون در قالب 200 نفر تحت 40 اکیپ اجرایی میخوایم مراجعه کنیم به صنوف تجاری. رصد و پایش‌هایی انجام شده، گشت‌های مشترک ما با اکیپ‌های عملیاتی شرکت توزیع برق تهران انجام دادیم. موضوعی که به گفته مسئولان میتونه تا حدود قابل توجهی به کاهش ناترازی و محدودیت توزیع برق کمک کنه. الزاماً و قطعاً از نورپردازی‌های مازاد جداً پرهیز کنند. البته این موضوع در برخی از صنوف جدی گرفته نمیشه. باز هم میبینید که چراغ‌های زیادی روشنه. بریم تو ببینیم که چه خبره. ما از این عزیز خواهش میکنیم که لطفاً این لامپ‌های اضافه رو خاموش بکنن. اما در برخی دیگه از صنوف همراهی دیده میشه. از کمترین نور داره استفاده میکنه و مشکلی هم نداره. همکاری رو انجام میدیم که این ناترازی‌ها کلاً برطرف بشه. نکته قابل توجه اینه که خودشون جوری مدیریت کردن که با کمترین میزان مصرف دارن یه جوری کمک میکنن به حل این ناترازی. فروشنده قطعات برقی و لامپ هستن، اگر اینا خودشون رعایت بکنن یه الگویی میشه برای بقیه اهالی و کسی که حالا میاد اینجا خرید میکنه. چراغ اینجا زیاد روشن نیست و خیلی از نوری استفاده نمیشه. این جای سوال واسه ما بپرسیم ببینیم که علتش چی بوده. دوستان در اداره برق و حالا همکاران بنده به مدیریت مرکز خرید ابلاغ کردن. مشاهده میکنید که روشنایی در حد متعارف. اگرچه بخش عمده‌ای از مصارف هم مربوط به استفاده از وسایل سرمایشیه. دستگاه سرمایشی که وارد مدار برق میشه حدود 40% از بار برق کل کشور رو در واقع درگیر خودش میکنه. میتونه خیلی الگوی مصرف خوبی باشه به نظر من. 26 درجه کولرهای گازی رو در دمای 25 درجه و بالاتر تنظیم بکنند. این اقدامات ساده بسیار میتونه کمک بکنه. این یک نکته بسیار اساسی هست که انشاءالله کمک بشه به کاهش این محدودیت‌ها. طرح ویژه رصد و پایش مصرف برق واحدهای صنفی که از ابتدای اردیبهشت آغاز شده تا پایان فصل گرما ادامه خواهد داشت. مهدی اناری، خبرگزاری صدا و سیما.